اسم شما چیست؟ علی اکبر. علی اکبر. شما چی میکنید؟ من اینجا بوترنگی میکنم. بوترنگی میکنید. چطور است کار شما؟ شکر خوب است. خوب است. روزانه چی میشه نمیشه؟ شکر روز 70 80 90 100 میشه شکر. خب از این که پیسه را مثلا جور کنی باز چی میکنی؟ پیسه را که جور کنم ما خود جور نمیتونم کلش به پدرم میتونم. خب باز به خانه چیز میبری؟ به خانه شانه 5 تا نان میبرم. ماشاءالله ماشاءالله. مکتب هم میری؟ مکتب نمیرم. چرا مکتب نمیری؟ مکتب نمیرم چون که در خانه کارگر ندارم تنها من کار میکنم. اگر کار روزگارتان درست می بود باز مکتب میرفتی؟ چرا نه؟ چی میخواندی مثلا از مکتب که مثلا فارغ میشدی چی در آینده پلان داشتی که چی شوی بخیر؟ در آینده پلان داشتم که دکتر شم. مکتب دوست داری؟ چرا نه؟ اگر زمینه مکتب هر کس خوش داره که در آینده یک چیز شود. خب اگر به شما زمینه مکتب خواندن فراهم شود مکتب میری بخیر؟ چرا نه؟ زیادتر اطفال از مکتب گریز میکنه با اونا چی پیام داری؟ با اونا پیام دارم که از مکتب نگریزن چون که از مکتب بگریزن با آینده کدام چیز نمیشه. مکتب بهترین چیز است.